فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی در مورد این پرسیدن که آیا من میتوانم نمازم رو در مسجد اهل تشیع بخوانم؟ کامل سوال من قدر است؟ بله. در مجموع اگر در مسجد قبر مورد عبادت و پرستش نبوده باشد، یعنی به عبارت دیگر امام بارگاه و شبیه آن نبوده باشد و پشتی سر انسان مشرک ادا نشود، اشکال ندارد، در هر قسمتی از زمین انسان ادا میکند. اما در صورتی که این دو چیز بوده باشد، مربوط هر گروهی که بود، یعنی در او میتونه نماز بخونه. اشکال نه، در صورتی که در او اصل و اساس در او قبر مورد عبادت، مورد عبادت هست، یعنی از او حاجت خواهی می شود، نزد او دعا می شود، به اون نظر و نیاز تقدیم می شود. تمام از اینها انواع از عبادات هستند که همه شرک هست و هیچ یکی از اونها به غیر الله تبارک و تعالی ادایش درست نیست. پس جایی که مرکز شرک بوده باشه در او ادای عبادت درست نیست. بس. اما ای که عاری از او بود، اشکالی نداره، مسجد عام بود و پشتی سری مشرک ادا نشد، اینجا اشکالی ندارد، بلکه همه اجزای زمین برای مسلمان و جعلت للارض مسجد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و میگه از خصوصیت های امت است که مسجد خاص برای از اونها شرط، قید و شرط نیست، بلکه در تمام قسمت های کره زمین به شرطی که مکان پاک و نظیف بوده باشد میتونن که نماز بخوانند. بله.